به نام خدا. اول سلام خدا تقدیم میکنم به حاضرین در تالار و چرا به من سلام تقدیم نکردی به حاضرین در به تالار؟ استاد و حاضرین در تالار. خب تشکر. اگر ما روزه داشته باشیم آفرین. و آب بازی کنیم روزه ما باطل میشه یا نه خیر؟ غسل کردن و یا آب بازی کردن به شرطی که در دانتان او نره. یعنی مثلا شما اگر غسل میکنید، یک روزه‌دار یا غسل نفلی میکنه یا غسل فرضی میکنه، به روزه شما غسل کردن کدام ضرر نمیرسونه. و اگر آب بازی هم میکنین، در صورتی که بالای خود مطمئن باشین که بعضی کسا آب بازی رو خوب یاد دارن، میتونن سر خود بالا بگیره و ددانش او نمیره، برای او پروا نمیکنه. اما اگر در این خوف باشه یا میترسین که اگر غسل آب بازی بکنین ددان تا نو میرن، بازو وقت روزه تا را مشکلانه کوشش کنین که وقتی که آب باز ماهر نیستین آب بازی در ماه رمضان نکنین.